وقتی که سر میشه و حساب عرش الهی را میمونن، حضرت آدم از اون طرف میمونن و آدم‌ها را حساب میکنن و یک نفر میگن به طرف دوزخ بره. حضرت آدم میگه میخه عرقای کلام میکنه و آبای دیگهش میریز، میگه من یارو خلاص کردن نمیتونم. محمد در کجاست که بیا یارو خلاص کرد؟ محمد فریاد کرد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میاد پیش ملائکه‌ای که بود را طرف دوزخ اینا نبرین دوزخ. حضرت خودت میدونی ما رو خدا چقدر تعریف کرده که هر گپی بگه ما گپشو میگیم. میگه حضرت جان همین خیر دست چپش خطیریش همه قبل طرف عرش خدا نگاه میکنه، میگه خدای تو مرا وعده کرده بودی که من تو درباره امت‌هات راضی کنی. خدای من راضی نیست، میاد دوزخ میره یا را خلاص. الله میگه دوباره حساب شو میکنه، حسابی را صرف کن. وقتی حساب میکنن فقط ثواباش حساب میکنن، خطایا را ندیدن. طرف جنت میگن ببریمش، اما آدم میگه یه دقیقه بسیم من قطعی آدم گپ زدم یکی بود مرا از آتش جهنم خلاص کرد. برادر تو کی هستی مرا خلاص کرد؟ مرا نمیشناسی، ما محمد رسول الله. هرچند میگن طرف جنت داره، میگن بسیم من ری قک تماشا کرد. میدونید مشکل پیغمبر است. ما امتی کی هستیم میدونید؟ همه پیغمبر آرزو کرد کاش که ما فهمیدیم، کاش که این آرزو رو ما میکردیم که میدیدیم. طرف جنت رفتیش از طرف پیامبر پیشواز میشه. حوض کوثر است. رسول الله میگه یک قطره اگر الله نصیبتون کنه همون گرمی قیامتش با تشنه نمیمونه. تصور بکنید رفته استی بخوای که با همون ظرف و پیاله ها از همون حوض بخوری، حضرت جان ظرف و پیاله رو سکنه با دستاشو بگه بیا این دستای من از این آب بنوش. چی نعمتی بزرگ است برای کار خدا به حکمت نیست. اگر حالا رسول الله در این محفل ما میشید چی میپرسیدیش؟ چی میگفتیش؟ از رسول الله چی خواهش میکرد؟ شاید به مجرد دیدن جانمون رو به الله تسلیم میکرد، شاید چشممون طاقت تماشاش نداشت، شاید قلبمون از حرکت میموند. خدای خودت وعده کرده که جنتی ها هر خواهشی داشته باشه اجرا میشه. خدای اگر در تقدیر ما جنت است ما رو با همه احکام جنت ببر. و یک بارد از جنت اجازه ندید با رسول الله صحبت کنیم، درد دل ما نبگیم شد. همه قبول میشه که محمد تو را دوست بدار، تو برای ما از جان هم عزیزتر هستی. اکای ما دلارای ما پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه بسیار شنونده از گوینده زیاد عمل میکنه. اگر شما جنت رفتیم مرا ندیدی از خدا خواهش کن برادر اینو ختمو بیار. در دنیا ختمو میشه صحبت میکنه، ما گپی او را گفتیم عمل کردیم، شاید او خودش عمل نکرد. خدای ما خواهش داریم برادر ما را بیار. خدایا اگر در او جنت دیداری تو نباشه و رضای تو نباشه و دیدار پیامبر و شفاعت پیامبر نباشه ما در او جنت در کار نیست. با رسول الله صلی الله علیه و سلم در جنت شهودی داره. اکن طرف جنت میری سوره یاسین میخونین سلام قولا من رب رحیم. هم تو رفته ایستی که الله رو فرود میاد السلام علیکم. ای جنتی ها میخواین عزیز یادتر کنم جنتی ها خدای ما با رسول الله ما از آتش جهنم خلاص دیم دیگه چی بخواهیم؟ خدا میگه خواهشای داره فراموش کردیم. ما این روز شما راضیم دیگه شما خفه نمیشه. اتداری به مثل موناش نشان ده. همه سر در سجده میمونن. پیامبر میگه الله میگه ارفعوا رؤوسکم سر رو بردارید دیگه سجده می. ما را تماشا کنین و ما شما را تماشا کنیم. جنت چقدر نعمت بزرگ است. پیامبر صلی الله علیه و سلم ما برادر آخر انسان جنتی را میگن بالاش ختم فیصله کن. آخران انسانی که بعد او دیگه کسی جنت نمیدره. هم تو کودک نه شکمالات میرا میگم خیخچه از آتش جهنم برآورده کشیده برسه که الله فریادش میکنه ای فلانی بچه فلانی بره جنت. میرا که جنت پر از جان نیست. میای میگه خدا جنت تو پر از جان نیست. دوباره میگهش برام. سیم بار دیدین عجیب علم میکنه. خدایا تو مرا مسخره میکنی. ما در دنیا گفت نگرفتیم دوست تو مرا شرمنده داشت. خب جنت تو پر از دیگه جان نیست. من که چه برم حتی یک جایی من نیست. الله اینقدر رحمش میکنه. میگه همون جنتی رو تو گمان میکنی پر از یگان جان نیست. در همون جنت مثل پادشاهای دنیا مقام و مرتبه و خدمتگار و مطمئن راضی میشی. خدا رضای بنده گناهکار را حاصل میکنه. پیامبر میگه ناز جنتی رو بی با خدا قهری میکنه گپ نمیزنه.
2 برابر داشت میتون گپ نمیزنه، 3 برابر 4 برابر، وقت میگه 5 برابر دی پادشاهای دنیا مقامت میتون میگه فیقول فی الخامس رضیت ربی، اگه خدا من نوای تو راضی شد. حرکت کنین جنت از خود کنین. انسان جنت با یک کلمه میتونه حاصل بکنه اگر برای رضاش باشه. پروردگارو نمی اکاو دو داره ما در اینجا شیشتن مقصدشون خوردن نیست، مقصدشون یک چیز است، رضای تو است، از همه راضی باش. پروردگارو چگونه از ما پدر و مادر بودی، اگر تا حال در سوال و جواب گرفتار باشن خدا سوال و جواباشون آسان کنه. خدا قبراشون باقی از باغ‌های جنت و ارواحشون از ما خوشحال بکن و از خوشحال ارواحشون تمام اهل قبرستان خوشحال بکن. اگر حیات هم بالای سر ما همچون سایبانی سر نگهدار. اهل و عیال و فرزندامون سبب زیبایی زندگانی این دنیا و سبب افتخار روز قیامت نصیب کن. خدای چگونه پدر و مادر و برادرای ما را بودی روز ما را میبرد. ما را تنها میمونن، نمی رفیقامون خاکی بسیار بالامون میپرتن که دیگه از حال ما بخبره. خدای ده همون روز تو ما را تنها نگذار. خدای روز میشه ما را سوال و جواب میکنی. ما در همین دنیا اقرار میکنیم ای خدا ما به حد گناهی بسیار داریم. اگر پیش تو میریم ما امید به رحمت تو و شفاعت پیامبر رو. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، با بزرگی خودت نگاه. خدایا با کم بودی ما نگاه نکن، با غمخواری پیامبر نگاه. خدایا برای ما شده سر محمد صلی الله علیه و سلم خم نکن. خدایا اگر در بین مردم سوال میکنی با رحمانیت ما را سوال بکن، با قهاری و غضبت ما را سوال نکن. خدایا اگر با قهاری و غضبت ما را سوال کردی ما تو از رحمانیت سوال میکنی. اگر عیب هامون آشکارا کردی خدای ما تو از ستاریت میفرستیم یا ستار. پروردگارو تی قد بزرگی، تی قد مهربانی. ما گناه میکنیم میپوشانی گناهی ما را، ما لکی شرم نمیکنیم دوباره دست به گناه میزنیم. کمک مشکلی بیاید تو را یاد میکنیم، مشکلی ما را تو را فراموش میکنیم. خدایا همه شب میشود درهاش بسته مگر دروازه تو بسته نیست. خدایا ما خواب میریم تو خواب نمیری. خدایا به حال ما رحم، ما را در بین منافقین و مشرکین مسخره نکن. خدایا اگر ما را دوزخ بری، مشرکا و منافقا میگن هم مسلمانا خدا و پیغمبرتون گفت لا اله الا الله بگین جنت میرین، چرا با ما در دوزخ میسوزیم؟ ما چی جواب میدیم؟ خدایا قطعی ما قهری نکن. ما 30 سال 40 سال قطعی تو قهری کردیم، یا بیماری را آوردی هم از همه گریزان شد. خدایا حتی مدینه رفتن من کردیم، مکه رفتن من کردیم، حتی فرزنده و پدرها را دیگه آغوش نمی کردیم. خدایا این بیماری را دور بگردان. یارو ما را در قیامت گفته بودی پدر از فرزند میگریزه، ما در این دنیا دیدیم. خدایا شاید ما نماز نمیخوندیم، شاید زکات نمیدادیم، شاید همسایه‌مون گرسنه بود ما سیر بودیم، شاید پدری پیر داشتیم خدمت نکردیم، مادری مظلوم داشتیم خدمت نکردیم، شاید او کودکایی که در درون بحرها لقمه‌های ماهی شدن از ما شکایت کردند و این بلا را بالای سر ما آورد. خدای چگونه اونو بنده‌هات هم ما هم بنده‌هات هستیم، التماست میکنیم، خواهش میکنیم مشکلی ها را از ما دور بگیر. پروردگارا همه کس ما اینجا یک خواهش داریم، خدایا تو خدای ما راضی، لیکن ما هم بنده‌های تیم تمام ما راضی. خدایا دین اسلام را بالای ما آوردیم، ما قبولش داریم، ما را همچون مسلمان قبول کن. خدایا پیامبر بالای ما فرستادی، ما قبولش داریم، ما را همچون امتی او قبول کن. خدایا تو روز قیامت فریاد میکنی امتی رسول الله کجا؟ ما اکو دادارا هم دست میبرداریم، سر بلند میکنیم. خدای سرای ما را خم نکن، دستای ما را پایان نکن. پروردگارا این جوانان را در صف جوانمردی نگهبان باش. روز قیامت رفیق رسول الله و ابوبکر و عمر و عثمان، اگرچه ما مثل اونا عمل نداریم لیکن او را دوست میداریم. خدایا خودت وعده کرده که ما شرم میدارم وقتی بنده دست بردارم و دست او را خالی بگردم. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای دستای خالی ما را خالی نگردان. خدای ما شرم میداریم به این زبان دروغ میگیم تو را یاد بکنیم. قلبی که درونش پر از کبر و غرور و حسد از دعوای دوستداری میکنیم. اما چه ایلاش که ما بنده ایم، تو ما را خودت بنده گفتی، عبد گفتی، عاجز و محتاج و ناتوان و خط احد و صمد گفتی. خدایا با کمبودی ما نگاه نکن، با بزرگی خودت نگاه. خدایا اگر تو ما را نبخشی غیر از تو ما را کی میبخشه؟ خدایا اگر ما درد دل منابت نگیم با کی بگیم؟ خدایا ما